آنچه که در تیم تراکتورسازی در شهر تبریز اتفاق افتاد اتفاق بسیار بسیار بزرگی بود. یعنی ورود 50-60 هزار تماشاگر نه در اروپا، نه در آمریکای جنوبی و نه در آفریقا چنین اتفاقی نیفتاد. Where's the craziest the fans in the world? You've played in so many different places. Turkey, surely. Where's the craziest fans? That's a shout. Turkey. Turkey, yeah. Dünyada en çok taraftarı olan Türk futbol takımı İran'dadır. Adı da Traktör Sazi Tebrizi takımıdır. توی ایران طرفدار کدوم تیم هستین؟ قرمز. پرسپولیس. آها آره ما قرمز یعنی تراکتور. این برای یه ترک مهم نیست تراکتور قهرمان بشه یا نه، مهمه که طرفدار تراکتوره. Biz İran'ın havasını istiyoruz. Muta Azerbaycan'da çok müftexirik ki bu peykerin kellesidir, başıdır. قدیماً دکلیفلا با واقعیده دلتون ما قشنگ واقعا میگم زانوامو میلرزید. من نمیدونم اگه نکته شناختی چیزی از فوتبال ایران و علاقه‌مندان فوتبال تو ایران داریم بفرمایید. 6 سال آذربایجان بودم، باشگاه تراکتور رو میشناسم. یک سال قبل از مسابقه ما رسیدیم برای بازی با تراکتور و دیدیم که تمامی استادیوم کاملا پر بود. اون روز رو من نمیتونم فراموش کنم. تیم تراکتور ایران عنوان محبوب ترین تیم قاره رو به خودش اختصاص داد. اول که ترانسفر مارکت ارائه داد و تراکتور به عنوان پنجمین تیم پرتماشاگر جهان یاد برد. کلا ارتباطات رو قطع کرده بودن، موبایل‌ها رو قطع کرده بودن. صحنه که دیدید تماشاگر اومدن تو زمین شد بزرگترین دروغ تاریخ لیگ برتر به همه گفت. حالا به کل ایران خبر میرسه. تراکتور دوباره برگشت.